چهارشنبه تصمیم گرفتم که شاید خیلی جرأت انجامشو نداشته باشم. از سر کارم اومدم بیرون برای همیشه. نمیتونم بگم اونجا محیط بدی باشه یا آدمای بدی داشته باشم. آدمای خوبی بودن، محیط رو دوست داشتم و همه چیز خوب و اوکی بود. اما توی اونجا من انگار خود واقعی نبودم، انگار همیشگی نبود. من آدم اجتماعیم، برونگرام، شوخ طبعم. اونجا من مدام باید سکوت میکردم به خاطر اینکه خیلی وقتا ممکن بود مسخره بشم. تا اونجایی که به خودم اومدم و دیدم که این رویه فکر میکنم درست نیست. وقتی که هیچ دستاوردی نداره چرا باید اینجوری اصلا پیش برم؟ و یه سری مسخره کردن بسیار واسه من آزاردهنده بود و اذیت می شدم. این شدش که من دیگه نتونستم ادامه بدم. این موضوعیه که خیلی از ماها شاید تجربهش کرده باشیم، اذیت بشیم توی هر شرکتی، هر جمعی، حتی تو جمع دوستان ممکنه با همچین چالنجایی روبرو بشیم. یه چیزی برام دیگه روشن شده بود. من نگار داشتم فقط روزامو اونجا تلف می‌کردم. من هیچ دستاوردی نداشتم اونجا، هیچی. بستری برای پیشرفت من نبود. یه مسیر نبود، انگار یه تکرار بود، یه چرخه بود. پس با خودم گفتم که چرا باید ادامش بدم وقتی که میبینم اذیتم، وقتی که میبینم دیگه نمیتونم این کار رو انجام بدم. و چند تا درس مهم رو یاد گرفتم. یک، جایی که وقتتو داری میذاری توش، وقت میگذرونی، جاییه که داری فرصتاتو از دست میدی. دو، فشار انرژی منفی همه جا هستش. مشکل از من و اون و اینجور چیزا نیستش. تو چرا داری تحمل میکنی؟ باید ببینی تو چقدر حاضری تحملش کنی. اصلا چه دستاوردی داره؟ بعد این دو کفه ترازو یکی باشه دیگه، توازنی برقرار شه. سه، اگه یه جا فقط داری دووم میاری، نه اینکه رشد بکنی، وقتشه که از خودت بپرسی چرا هنوز دارم ادامهش میدم؟ برای چی؟ اصلا چرا؟ چهار، رفتن همیشه به منزل شکست نیستش. یه موقع‌هایی جسورانه ترین تصمیمیه که تو میتونی بگیری. و مهمترین درسی که گرفتم این بودش که همیشه سعی کنید در حال آپدیت خودتون و رزومه خودتون باشین. این کار باعث میشه هر زمانی از هر جایی اومدید بیرون عقب نباشید و خیلی سریع بتونین جایگزینش رو پیدا بکنید. این ویدیو رو الان نساختم که بهت بگم من خیلی قویم، من فلانم، من مثلا. اتفاقا اصلا قصدم همچین چیزی نبود. فقط اومدم جلوی دوربین تا به تو بگم تو مجبور نیستی جایی بمونی که فقط داره روزاتو از تو میگیره، انرژی تو از تو میگیره و هیچ چیزی به تو در ازاش نمیده. این تجربه منه. منم اینجام که تو از رو تجربه من رد شی، نه از رو اشتباهات من نمیخوام که تو عین من اون اشتباه ها انجام. اگه این حرفامم باهات تونست ارتباط برقرار کنه، دنبالم باش، چون که این تازه شروع مسیریه که میخوام با هم دیگه ادامه بدیم و بریم جلو. من اینجام تا از روزمرم، لایف استایلم و خیلی چیزای دیگه که توی روز باهاش سر و کار دارم برات بگم.